گزارش‌ها درباره درخواست ایران و ترکیه از یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل جهت همچون میراث ملی این دو کشور ثبت نام کردن مثنوی معنوی جلال‌الدین رومی یا بلخی موج اعتراض‌ها را در کشورهای دیگری که نیز دعوای میراث این شاعر و متفکر بزرگ عصر 13 را دارند برانگیخت. در افغانستان به این بحث حتی مقامات بلندپایه وارد شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از طریق توییتر از ادیبان معروف افغان چون خالد حسین دعوت کرد که برای به مردم خود برگرداندن میراث مولوی کمک کنند. او نوشت: خواهش میکنم لابی شوید و این حرفا را پهن کنید. رومی در بلخ افغانستان به دنیا آمده است، نه در ترکیه یا ایران. ولی بلخ عطا محمد نور در یک نامه به سفیر افغانستان در سازمان ملل قصد ایران و ترکیه برای از خود کردن افتخار بلخ را امپریالیستی نامید و خواست با ارائه اعتراض رسمی نگذارند که موقع بلخ همچون وطن مولوی در فهرست یونسکو صرف نظر شود. هارون حکیمی سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت افغانستان میراث بزرگ مولانا را با کسی تقسیم کردنی نیست. موقف حکومت افغانستان است که مولانا زاده بلخ است و ما هیچ کس را و یا هیچ کشوری را اجازه نمیدیم که همچو مولانا افتخارات ما را منصوب به خود در فهرست یونسکو ثبت کنه. یعنی اگر ثبت هم شود باید مشترکاً ثبت شود؟ نه، حتی ما مشترک نمیخوایم. ما میخوایم که به نام افغانستان ثبت شود، چون زاده بلخ افغانستان بود. بلخ در جغرافیای افغانستان امروزی است و وقتی که بلخی شد باز ما بر اساس ادعاهای مختلف کشورهای دیگه اونا را شریک این میراث فرهنگی خود ساخته نمیتونیم. اما در تاجیکستان نیز جلال‌الدین رومی را بخشی از میراث ملی مردم تاجیک می‌شمارند. برخی دانشمندان تاجیک میگویند بلخ در قرون وسطا گستره خیلی بزرگتر از حدود ولایت کنونی بلخ افغانستان را داشت و مرزهایش وادی وخش تاجیکستان را هم فرا می‌گرفت. به این دلیل عقیده هم هست که رومی در وادی وخش دیده به جهان کشوده است. سال 2007 اسم این ناحیه کلخازآباد در وادی وخش را به جلال‌الدین رومی عوض کردند و در مرکز این ناحیه هیکل مولانا را هم گذاشتند. اما کاربرد اسم رومی در مورد مولانا معمولاً به اعتراض روشنفکران افغان دچار می شود و ظاهراً به همین دلیل امسال با قرار مجلس ملی اسم ناحیه رومی را به جلال‌الدین بلخی عوض کردند. یک مقام وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 13 ایون بر رادیوی آزادی گفت بهتر این است که به خاطر جلوگیری از چنین بحث‌ها شخصیت‌هایی که به تاریخ و فرهنگ چند کشور ربط می‌گیرند به صورت مشترک و بدون جنجال و رقابت که این مالکی است به فهرست یونسکو پیشنهاد شوند. قرار است روز 17 ایون در دوشنبه یک همایش عالمان در موضوع اتریبوتسیا یعنی به کی تعلق گرفتن این یا آن آثار فرهنگی دایر شود. پروفسور عبدالنبی ستارزاده مدیر شعبه ادبیات کلاسیکی در پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان با آزادی گفت یک دلیل این همایش نیز ماجرایی است که در اطراف میراث رومی برخاسته است. در عین زمان عبدالنبی ستارزاده معتقد است که به میراث فرهنگی مردم تاجیک تعلق داشتن مولانا جای شک ندارد. وی به زبان فارسی به زبان تاجیکی نوشته است. در بلخ و دنیا آمده است. در مرکز یکی از مرکزهای اساسی ملت تاجیک جوانیش را در سمرقند گذرانیده است. یکی از محققا تحقیق کرده است که زبان مولوی از لحاظ ترکیب لغویش، از لحاظ صرف و نحوش همان زبانی که اهل سمرقند داشتند و دارند همون است، یعنی زبان تاجیکی است. اما مسئله این است که میراث ما را اگر ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر استفاده میکنن چه خوشی، ولی هیچ وقت دعوای نسبت مطلق داشتن به خودشان نکنند. مولانا جلال‌الدین محمد رومی یا بلخی سال 1207 به دنیا آمده است. بعد اشغال بلخ از سوی لشکر مغول خانواده او ابتدا به سمرقند و از آنجا با ایران و عراق و سپس به سوریه کوچید. مولوی در همین مسافرت‌ها بزرگ شد تا بالاخره آنها در قونیه پایتخت وقتی سلطنت سلجوقیان مقیم شدند. باقی عمر مولوی در قونیه گذشت و سال 1273 در همین جا از دنیا رفت و خاک شد. مولوی از معروفترین شاعران و متفکران فارسی زبان قرون وسطا به شمار می آید که از خود آثار زیادی فقهی و فلسفی به میراث گذاشته است، ولی وی را بیشتر با اشعار صوفیانه اش به خصوص با دیوان کبیر و مثنوی میشناسند. منزلت شعر مولوی به حدی است که شاعران مثنوی معنوی او را حتی با قرآن کتاب مقدس مسلمان ها قیاس میکنند و میگویند مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی.
با گذشت 8 عصر جلال‌الدین رومی در ترکیه همچنان از احترام فوق‌العاده برخوردار باقی میماند. ترک‌ها او را بیشتر با نام مولانا میشناسند. مزار مولانا در قونیه، چهارمین شهر بزرگ ترکیه، در میدان 18,000 متر مربع دامن گسترده. بنا به حساب‌ها هر سال تا 1.5 میلیون از مردم خود ترکیه و تا 0.5 میلیون سیاح خارجی از آن زیارت میکنند. بحث میراث رومی در حالی است که دیوید فرانزونی، مؤلف سیناری فیلم معروف گلادیاتور، گفته است که می‌خواهد در سیناری نوش نقش رومی را لیوناردو دیکاپریو از معروف‌ترین ستاره‌های هالیوود بازی کند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده میگوید آثار مولانا با گذشت عصرها از محدوده یک ملت و یک کشور کیها گذشته و به یک میراث بی‌بهای فراملی تبدیل یافته است و به تمام بشریت تعلق می‌گیرد. خود مولانا هم بیتی دارد که به این همه بحث‌ها درباره به کی تعلق داشتن او و آثارش نقطه قفز تمت می‌گذارد. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازی و ترکی چی کار؟